بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند. به یکی از ویدیوهای دیگر دلی نیوز افغانستان خوش آمدید. برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نموده و ویدیوهای ما را لایک نمایید. زبیر دانش معروف به عقاب تخار بازداشت شد. وزارت امور داخله میگوید که زبیر دانش مشهور به عقاب تخار پسر حبیبه دانش نماینده مردم تخار در مجلس نمایندگان بازداشت شده است. با گزارش از BBC، عبدالصبور قانی معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله روز سه‌شنبه 24 سرطان در یک نشست خبری گفت که زبیر دانش به لوی سارنوالی برای تعقیب عدلی و قضایی معرفی شده است. اخیراً ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده است نشان می‌دهد که زبیر دانش به صورت خودسرانه در شهر شلیک می‌کند و سلاح حمل می‌کند. این ویدیوها سبب واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی شده است. زبیر دانش انتساب این ویدیوها را به خودش رد کرده است. حبیبه دانش مادر زبیر دانش نیز گفته است که او تنها سلاح مربوط به او را برای ثبت وزارت داخله برده است و از آن عکس گرفته است. از جانب دیگر معین ارشد امنیتی وزارت داخله گفت که 200 مجرم در شهر کابل در نتیجه همکاری مردم شناسایی شده و در یک هفته پلیس 13 مجرم را بازداشت کرده است. او گفت که بازداشت شدگان نامهای عجیب و غریب دارند و وزارت امور داخله به زودی نامهای و چهره‌های مجرمان تحت تعقیب را فاش می‌کند. حکومت یک طرح را زیر نام میثاق امنیتی تهیه کرده است که هدف آن بسیج مردمی برای مبارزه برای جرایم جنایی است. با امید از این ویدیو خوشتان آمده باشد. برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار افغانستان و جهان کانال ما را سابسکرایب و ویدیوهای ما را لایک نمایید.